اینجا که میبینید کویر لوت ایرانه. البته به عمق کویر هنوز من نرفتم. تقریبا 5 کیلومتر جلوتر ما چشمه آب نمک داریم، یعنی به صورت نمک سرازیره، یه زیبایی خاصی داره. موتور رو میشنوید، با موتور شترها رو هدایت میکنن. تو بیابونه طرف خسته میشه، چون بیابونه اینجا معمولا شتر پرورش میدن. اینم گله شتر که از دور معلومه. من یواش یواش میرم نزدیک گله شتر. بعد از طی کردن حدود 8 کیلومتر پیاده روی رسیدیم به جایی که شترها میخوان آب بنوشن و این چاییه که در واقع وسیله موتور از زمین تو کویر آب شیرین کشیده میشه و برای خوردن شترها مصرف میشه. خسته نباشم. اسم مبارک چی عزیز؟ کربلای محمدی. انشالله خسته کننده است این کار، اما ولی موتور اگه نبود که واقعا نمیشد. نه موتور که نباشه نمیدونه هدایت کنی شترها رو. مگه موتور اگه نباشه یک کارگر 25 تا شتر میتونه. الان شما کارگری یا برای کارگرم؟ چقدر میگیری؟ 10 تا. الان شما برجی 10 میلیون میگیری؟ بله. تو بیابون با این دردسر شتر میرون. واقعا هم کار سختیه. سخت. دستمون نبوده تا حال گفت کنم حال دارم. حاجی آب شیرینه برای خوردن خوبه؟ میشه خوردن؟ بله. چطور بردن؟ بلدی بخونم؟ من دندان ندارم دیگه. بله یه دل رو میزن نیوزن یه دلی بخون. پیر مردم دیگه نمیتونم دیگه دندان ندارم. یه دلی بیا. صداش نمیاد. دیگه بلد نیم من خواننده نیم. نفس باید بیا که بخونی وقتی نمیتونی. از کجا بخونی؟ ای رفیق من اینجا رو پش میشستی.
آی ز دست دیده و دل هر دو فریاد، آی ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. والا سرمایه بازی قلب باشه حاجیم. نه گوسنه باشه اشکال نمیده. 3 ماه پیش من همینجا 100 میلیون مال فروختم. بعد 2 ماه ته شد تا الان. همین دوشینه 140 میلیون مال فروختم که با حقوق دارم بگیرم بتونم زندگی کنم. بازم میمانم. عجب. به خدا. من خودم شتر دارم. من دارم. شتر تو گله داری چند تا؟ 10-20 تا دارم. هر شتر الان چند میلیونه؟ 70 تومن 60 تومن دیگه پولم میدن دیگه. الان غروب دیگه. الان میرم بیابون تا که بیابونن باز؟ تا شب باز بیابونن شتر. الان آبشونو خوردن رفتن بیابون. تا فردا دیگه آب نمیخوان نه؟ دیگه آبی نمیبینن که بخون. آب نیست. فردا با زور میانم اینجا. بعد الان اینا شب نگهبانشون کیه؟ هیچکی خدا. این بیابونی که ملاحظه می‌فرمایید کیلومترها زمین شوره‌زاره، گاهی اوقات سیل‌های تند میاد اینجا و واقعا زیبایی خاص خودشو داره. باید از نزدیک بیاید ببینید. سرزمین‌های نمکیه در واقع اینجا.